که باید همون کیمانو یا همون لباس ویژه ورزشی آنها با طلبات جوابگو باشد و رقابت ها طبق قوانین فدراسیون جهانی جودو صورت بگیرند. و امروز که با سالن برگزاری مسابقات مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزشی آبی شهر دوشنبه وارد می شدیم، واقعا بوی گران پری یا بوی همون فصل های جودو جهانی به مشام می رسید. امروز یک سطح بسیار خوبی برگزاری مسابقات را مشاهده میکنیم. دستاندرکاران هم خیلی مهنت کردند و این رو هم واقعا وقت روی تصویر میبینه دوستان و یک برداشت زدن او رنگ از توی محمد شریف نجمودینوف بود تا کدام اندازه داوران در این مورد قضاوت میکرده باشند. داور مرکز میگوید که باید نوارهای سوز کرده شده رو ببینیم و در این مورد قضاوت کنیم. اما چیزی نیست رقابت ادامه مییابد. او رنگ یا همان برداشت و پرتاب امتیاز نداشت. یک بار دیگر به همون روش و وزاری او رنگ خیرس همون عمل کردی و تسلیم می شود. خیرس در فرم معمولی خود هست. حالت ورزشیش بسیار به مورد است. محمد شریف نجمودینوف که با تخلص خیرس هست امروز واقعا با همون چنگال یا شیوه قپیدن یا در افتادن به حریف رو به سان همان تخلص خودش اجرا کرد. دو مراتب اورنگ اجرا کرد. یک باری آن با امتیاز وزری مطابق افتید موافق شد و یک بار دیگر در بخش کار در زمین بعد از آن همین